سارا جان سلام سلام. به پروژه آدم ها ریاضیات خوش آمدی. سلام، من سارا رضایی هستم، استادیار اقتصاد خرد و اقتصاد رفتاری در دانشگاه اوترخت. کارم بیشتر شبکه‌های اجتماعی و اقتصادیه، یه بخشیش هم تعامل بین انسان و هوش مصنوعیه. تحصیلاتمو تا پایان دوره فوق لیسانس ایران بودم، دکترامو تو اوترخت گرفتم تو اقتصاد. تحصیلات ابتداییمو بیشترش رو تو ورامین گذروندم و مدرسه‌های دولتی و عادی رفتم. توی خانواده متوسط بزرگ شدم، بچه دوم از 5 بچه خانواده‌ام. پدر مادرم تحصیلات دانشگاهی نداشتن، ولی بسیار آدم‌های با فرهنگی بودن، کتابخون بودن، کتاب زیادی تو خونه ما بود همیشه. پدرم علاقه شدیدی به ادبیات و علوم انسانی داشت و این موضوع تقریبا همیشه تو خانواده ما در حال بحث بود. اگه بپرسین چجوری به ریاضی علاقه‌مند شدم، نمیدونم. ریاضی بود، همیشه بود، تو بازیامون، تو حرفامون. و اینکه اگه بگی یه لحظه بوده که کلیک شده من فهمیدم به ریاضی علاقه‌مندم، نه، ریاضی بوده. اصلا فکر نکردم میشه به ریاضی علاقه‌مند نبود. آره. مدرسه رو هیچ وقت دوست نداشتم. اصلا دلم نمیخواست برم مدرسه. یکی از آرزوهایی که هیچ وقت برآورده نشد این بود که مامان بابام یه روز بیان تو مدرسه من ببرن بیرون، بگن امروز نمیخواد بریم مدرسه، امروز میخوایم بریم بگردیم، میخوایم یه کار دیگه بکنیم. با این حال مثلا ذهن بچگونم فهمیده بود که خوبه که مثلا نشون بده که تو ریاضی خوبی. چون مثلا فهمیده بودم مردم وقتی آخر سال که میشه ازت میپرسن معدل چند شد، ریاضی چند شدی. همه اطرافیان من اینجوری بودن، ریاضی چند شدی. خب میدونستم برای قانع کردن آدم‌های اطرافم خوبه بگم ریاضی 20 شدم، حل دیگه، همه به احترام میذارن، یعنی یه جوری کردیت به دست میاری از ریاضی دونستن. و این ساده ترین کاری بود که من میتونستم بکنم. یعنی مثلا از مشق نوشتن من متنفر بودم. من بارها از کلاس اخراج شدم در دوره دبیرستان به خاطر اینکه مشق نمینوشتم. میرفتم سر کلاس میگفت مشقت کن، من مشق نمینوشتم، چون اصلا بدم میومد از اینکه بشینم یک چیزی رو رونویسی کنم. این به شدت منو آزار میداد و ساعتها مثلا رونویسی از یه درس ساده سال اول دوم دبستان ساعتها طول میکشید و این واقعا بر من رنج بود. مدرسه رفتن، و خیلی بچه گوشه‌گیری بودم، خیلی خجالتی بودم. مدرسه رفتن برای من واقعا سخت بود، بین یه عالم بچه نشستن توی کلاس و گوش کردن به حرفهایی که هیچ علاقه‌ای بهشون نداشتم. کلاس ریاضی رو دوست داشتم چون یعنی قرارم خیلی کار خاصی بکنم، هم 5-6 دقیقه گوش میکردم و میفهمیدم اوکی جریان چیه دیگه، بعدش میتونستی همه تمرین‌ها رو با 5 دقیقه گوش کردن انجام بدی. خب خیلی خوب بود. اینجوری بود که من فکر کردم چرا ریاضی چیز خوبیه، یعنی هم تشویق میشی بابتش، هم قرار نیست خیلی هم کار مهمی بکنی. مثلا تمرین ریاضی تو خونه برام 10-15 دقیقه طول بیشتر نمیکشید و این باعث میشد که من فکر کنم چقدر خوب هم کار نمی‌کنی، همین که تشویق میشی. خب چی بهتر از این. دبستان و راهنمایی که اینجوری گذشت و من حالا شاگرد بدی هم نبودم، مثلا حالا خیلی وقتا شاگرد اول میشدم، شاگرد دوم میشدم، ولی اینجوری نبود که ستاره باشم یا مثلا معلم‌ها من علاقه داشته باشن یا مثلا منو به عنوان یه مثال خوب به بقیه بچه‌ها معرفی کنن. چون توی یه بخشایی، یه درسایی من اصلا خوب نبودم یا مثلا هیچ علاقه‌ای نشون نمیدادم. حالا یه مشکل دیگه که بعداً تو دبیرستان هم بیشتر شد این بود که مثلا به نظر همچنان مدرسه جای بسیار خشنی بود، مجبورت میکردن کارهایی بکنی که دوست نداشتی، مجبورت میکردن به معلمایی که گوش کنی که لزوما قبولشون یعنی لزوما قانعت نمیکردن که اون چیزی که دارن میگن درسته. و یا مثلا کتاب‌هایی که به نظر من کسل کننده ترین موضوعات ممکن رو به کسل کننده ترین شکل ممکن تو کتاب‌ها می‌نوشتن و ما باید حفظ می‌کردیم. یعنی این حفظ کردنه برای من عذاب علیم بود. اصلا فکر کردم به این که من باید این کتاب به این بزرگی تاریخ رو حفظ کنم وحشتناک بود و اینکه هیچ انتخابی نداری. باید اینو بخونی، بعدش هم باید امتحان بدی، بعدش هم باید نمره خوبم بگیری که بقیه رو ایمپرس کنی. اصلا خیلی بد بود. ولی خب همچنان درس‌های مثل هندسه، ریاضی، کلا ریاضی دبیرستان فان بود. یعنی نشستن سر کلاس‌ها
تمرین کردن، اون لحظاتی که کلا فارغ از دنیا میری برای حل کردن یه چیزی که یه خورده چالنجینگه، خب خیلی باحال بود. خب حالا درس خوندن توی مدرسه معمولی توی شهرستان خیلی بسته، نه همش، پدر خود من اهل اونجاست، بسیار آدم فمینیستیه، یعنی 4 تا دختر داره، همشون رو به شدت پشتیبانی کرده، در مقابل همه سنت ها وایساده و هممون رو یه جورایی قوت قلب هممون بوده که فقط برو حرکت، اصلا مهم نیست چه اتفاقی میفته، فقط حرکت کن، اصلا مهم نیست بقیه چی میگن، تو کارتو بکن، تمرکز کن. من یادمه که مامانم که خیلی اثر داشت، من خواهر بزرگترم قبل از من ریاضی خوند و اینجوری یکی از تصمیماتی گرفت که ما چرا باید بریم رشته ریاضی، اینجوری بود. خب استعداد ریاضی که داشتیم هیچی، یه آقایی که آقای معلم خیلی خیلی روشن فکری در واقع تو محله ما بود که یه لوازم تحریری داشت و ما هر وقت سوال‌های پیچیده‌ای داشتیم، نه در مورد ریاضی، این که در مورد تحصیل، یه جوری راهنمای تحصیلی هممون بود. حالا حرف شده بود بین ایشون و مامانم و ازشون سوال کرده بود که به نظرتون چه رشته‌ای بر دخترها خوبه؟ علی دختر من خیلی باهوشه، میخواد بره رشته تعیین کنه، چیکار کنه و اینا. بهش گفته بود خب میدونی ریاضی که مال پسراست، خب پسرا میرن مهندس میشن، خب رشته پسرونه‌ایه، برای دخترها بهتر برن علوم تجربی بخونن. بعد مامانم اومد خونه گفتش که من فکر میکنم شما باید ریاضی بخونی. دقیقاً برعکس اون چیزی که اون گفته بود، چون عقیدهش این بود که اصلا یعنی چی یه چیزی مال پسراست؟ وقتی مال پسراست حتما معنیش اینه که کردیت بیشتری بهش میدن. وقتی مال پسراست حتما معنیش اینه که این جاییه که میشه تبعیض قائل شد بین زن و مرد. همه معلمای ریاضی ما مرد بودن و نگاهشون، حالا همین معلم ها تو مدرسه پسرانه موازی با ما هم درس میدادن و نگاهشون به ما همیشه اینجوری بود که حالا اونا که عالیان ولی حالا شما هم خوبه کار میکنی. یعنی همیشه این نگاه گروه دوم بودن، کم اهمیت بودن و یه بخشی از مثلا بچه‌هایی که تو کلاس ما ریاضی میخوندن همیشه داشتن میجنگیدن که ثابت کنن که آقا ما هستیم، ما هم همونقدر تلاش میکنیم، ما هم میخوایم تغییر ایجاد کنیم، اتفاقا ما هم باهوشیم. یعنی این تلاش برای ثابت کردن خویشتن توی مدرسه دخترانه مخصوصا بچه‌های ریاضی یه بخش بزرگی از انرژی در واقع میگیره. یه موضوع دیگه ای بود که من خیلی چیزا علاقه داشتم که تو مدرسه نبود و من همیشه در حال کتاب خوندن، مجله خوندن بودم، ولی اینا هیچ کدومشون برای من نمره نمی آورد. هیچ وقت برام آوتکامی نداشت، یعنی تحصیلی تشویق نمی شدم بابت. فلسفه میخوندم، روانشناسی میخوندم، علوم انسانی خیلی دوست داشتم، به شدت علاقه من به علوم انسانی بودم، ولی از طرفی هم میدیدم که اصلا چیز اپریشییت نمیشه. یعنی مثلا اگه شما علوم انسانی بخونی هیچ وقت بهت نمیگن به به و چه چه و آفرین و باشم، که حالا بزرگتر که میشدیم میفهمیدیم که چقدر چیز محدوده. یعنی هم یه جورایی میخوان فشارشون رو به این علوم انسانی بیارن که یه وقت در نره دستشون، یا یه وقت چیزی نگی توش که به نفع بعضیا نمیشه. ولی خب ریاضی خوب بود دیگه، ریاضی، فیزیک، شیمی، درسای علوم پایه همه جای دنیا همین شکلیه، هیچکی هم بهش بر نمیخوره. خب خیلی خوبه. از طرفی هم خب حالا افورت کمتری هم باید بذاری به عنوان دانش آموز، یه بار دو بار یه چیز میخونی بعد میتونی 1000 تا تمرین اون شکلی حل کنی. خب چی بهتر از این؟ ریاضی بخون هم تشویق بقیه رو میگیری. بعد حالا مامانا میگن همیشه حالا موسیقی دوست داری کنار درست کار کن، حالا تو هم علوم انسانی دوست داری کنار درست علوم انسانی رو خودت بخون. من دقیقاً این شکلی بودم همیشه. زندگی تحصیل من 2 بخش داره، یه بخشش کاملا غیر آکادمیکه، من خودم همینجوری به یک کتابخونه وصل می‌شدم، هر چی کتاب بوده میگرفتم میخونم، اصلا بدون اینکه بگم چی باید بخونم، چی باید کار کنم، به چی باید فکر کنم، تمرکز باید کجا باشه. همینجوری از اول شروع کردم خوندن کتاب‌ها و خب البته این تأثیری هم داشت روی نمره‌هام که نمره‌های دبیرستان من خیلی هم فوق‌العاده، هیچ وقت بد نبود واقعا، ولی فوق‌العاده و نمیدونم ستاره و اینا نبود.
تا اینکه موقع کنکور شد. کنکور که وحشتناک بود برای من. اصلا فکر کردم به کنکور، این که 4 ساعت بشینی اونجا فقط یه سری سوال ابسترکت رو حل کنی، یه سری واقعا یه بخش عظیمیش حفظ کردنیه و اصلا برای من واقعا یکی از بزرگترین رنج‌های زندگی من کنکور بوده. هنوزم بعد این همه سال بهش فکر میکنم احساس میکنم عجب رقابت نابرابر نازیباییه. خلاصه بعد از چند تا افورت من کنکور قبول شدم و انتخاب رشته هم اینطوری بود که معلومه دیگه ریاضی که میخونی بعد اولش مهندسی بزنی بعدش هم ریاضی میزنی. بعد مثلا رشته مثل اقتصاد که حالا کار، حتی یک دونه اقتصاد هم من در انتخاب رشته‌ام نبود. مثلا ریاضی خوندی میری اقتصاد بخونی، خب اصلا چه کاریه، وقتت طلب کنی. خلاصه یه عالمه مهندسی هم بیشتر برق و کامپیوتر بود. الان که فکر می‌کنم میگم خدا شد برق قبول نشدم، کامپیوتر هنوزم خیلی دوست دارم. میگم خب اگه کامپیوتر قبول شدم شاید خوشحال‌تر بودم و زد و ریاضی قبول شدم. ریاضی هم که خب همیشه بای دیفالت یه چیز خوبی داره، اینه که همه درها رو برای شما باز نگه می‌داره. یعنی مثلا اگه شما به همه چیزهای دنیا علاقه‌مندی ریاضی بخون، چون بعداً میتونی هر جا دلت میخواد بری. یعنی یه حس خوب آزادی به آدم میده. اگر بتونی ریاضی بخونی بعد میتونی هر جایی بری. یعنی الان من تازه درک میکنم که چقدر ریاضی دنیای بخشنده‌ایه. یعنی شما وقتی واردش میشی بعد میتونی هر کاری دوست داری بکنی و این در واقع، حالا من انقدر خودآگاه نبودم وقتی شروع کردم به ریاضی خوندن، ولی حس می‌کردم که این راهیه که درها رو به روی من نمیبنده. من همچنان علوم انسانی دوست دارم. حالا صبر کن ببینیم چی میشه. دانشگاه بهتر بود. دانشگاه به مراتب بهتر بود، چون خب سلف سلکت میشه. این بچه‌هایی میان که به مراتب یه خورده روشن‌ترن، خانواده اینم موضوع بدیه، ولی اینه که بچه‌ها معمولاً از خانواده‌های تحصیل کرده ترن. نه همه، ولی میبینیم که این اتفاق داره میفته، مخصوصا در حال حاضر تو ایران دیگه بچه‌ای که دارن میرن دانشگاه سراسری مخصوصا نرمال نیستن. یعنی دموگرافیکشون مشابه جامعه آماری ما نیست. خب اونجا من دانشگاه مشهد قبول شدم، دانشگاه فردوسی مشهد. میتونم بگم من هرچی دارم از دانشگاه دارم. دانشگاه اصلا یک دنیای خیلی بخشنده‌ایه که غیر از یاد دادن ریاضی، غیر از یاد دادن علم به تو، زندگی کردن یاد میده. اینکه تو کی هستی، کجا میری، آپشنات چی هستن. خیلی دنیای قشنگیه. خب برای منم دانشگاه خوب بود، خیلی خوب بود. اگه بخوام بگم چجوری گذشت، شاید بعضی از درس‌ها رو من خیلی دوست داشتم. اینکه مثلا تو جبر یک دنیای از صفر شروع میکنی، یک دنیایی رو میسازی، قوانینش رو خودت تعریف میکنی، بعد مثلا بر پایه اون قوانین یه چیزهایی رو تعریف و اثبات میکنی. خیلی قشنگ بود. ولی بعضی چیزها همچنان برای من بسیار انتزاعی بود و من هیچ وقت نمیفهمیدم اصلا چرا. مثلا آنالیز ریاضی برای من شکنجه بود. حالا هیچ وقت حتی تصورش هم نمی کردم که یک روزی در زندگیم کار من مستقیما بشه آنالیز ریاضی. و تقریبا میتونم بگم آخرین درسی که من دانشگاه پاس کردم آنالیز حقیقی بود. فیل شدم، این درس رو افتادم و سال دیگهش رفتم فقط برای همین یه درس امتحان دادم و استادی که او درس رو برای ما درس میداد که من خیلی هم ایشون رو دوست دارم، اصلا یکی از انگیزه های ما تو دانشگاه ریاضی ایشون بودن، ولی آخرین جمله‌ای که به من گفت این بود که تو به درد ریاضی نمیخوری. و این اصلا عین تیری بود که شاید به قلب من نشست که چقدر راحت میشه انگیزه ها رو کشت. اما خب به عنوان آدم تو زندگیش از این حرفا زیاد میشنوه، تو نمیتونی، تو به درد این کار نمیخوری، تو به درد اون کار نمیخوری. گفتم باش، حالا بذار فعلا اینو پاس کنم، بعد فکر کنم چیکار میخوام بکنم.
تمام که شد لیسانس، با خودم فکر کردم خب حالا الان چیکار کنم، من شاید واقعا به درد ریاضی نمیخورم، بیا با خودم صادق باشیم. یادم افتاد که یه موقعی در طول این دوران دانشگاه من با یه پوستری برخورد کرده بودم راجع به چیزی به نام نظریه بازی که مثلا خیلی جالب بود. یعنی چی نظریه بازی؟ بعد رفته بودم یه سری کتاب خونده بودم راجبش که اصلا چی نظریه بازی دارن، چی کار میکنن، توش چه چیزهایی رو مدل میکنن و به نظرم خیلی هیجان انگیز و دست نیافتنی بود. چون موقع من سرچ کرده بودم دیده بودم که اصلا اطراف ایران من تو دانشگاه چیزی به نام نظریه بازی نداریم که مثلا یک رشته‌ای باشه یا مثلا حتی دانشگاه ریاضی اینو درس بده، نبود. خیلی خب این مونده بود گوشه ذهن من. و حالا برگردیم به اون نسبه دیگر تحصیلات غیر آکادمیک من که من همچنان داشتم فلسفه و روانشناسی رو خیلی جدی میخوندم و تموم شد. یک سال اصلا کنکور ندادم چون میخواستم فکر کنم میخوام چیکار کنم، شاید من واقعا به در ریاضی نمیخورم. بعد یه خورده دیگه نگاه کردم مقاله های گیم تئوری، کسایی که دارن کار میکنن، آدمایی که چه جور مسائلی رو توش حل میکنن. بعد دیدم سوالاش خیلی جالبه، یعنی دقیقاً یه اینترسکشن، برخورد دو تا زمینه‌ای که من خیلی دوست دارم، علوم انسانی و ریاضیات. و شاید دقیقاً همینه، شاید واقعا من به درد اون ریاضی محضی که تو دانشگاه حالا به ما درس میدادن که قضیه اثبات مخصوصا تو آنالیز، شاید من واقعا به درد اون فضا نمیخوردم و تصمیم گرفتم حالا این امتحان کنم، بذار بریم یه اقتصاد بخونم، چون اقتصاد تنها رشته‌ای بود که به ظاهر داشت گیم تئوری رو کار میکرد. گفتم خب من میرم اقتصاد میخونم. اصلا همین ریاضی رو ول کنی بری اقتصاد بخونی خودش یه فاجعه ایه. یعنی مثلا تو به عنوان یک کسی که ریاضی رو شروع کرده و انتخاب کرده، بیرون رفتن از این فیلد اینجوریه که ای وای تو داری خیانت میکنی به علم، اصلا ریاضی محض چیکار داری میکنی؟ اصلا از اولش هم به درد نمیخوردی، تو هیچ وقت ریاضی دان نمیشدی، تو به درد ریاضی نمیخوری. و این خیلی سخت بود تصمیم گرفتن، این که میخوای بقیه رو قانع کنی ولی از طرفی میخوای اون چیزی که خودت هم دوست داری دنبال کنی. خلاصه یه خورده چالش و درگیری با خودم، تصمیم گرفتم اوکی let's give it a try. خلاصه کنکور شرکت کردم، سلف استادی یا عالمه ماکرو و مایکرو و استاتیستیک اکونومتریکس خوندم و دانشگاه همدان قبول شدم اقتصاد. دانشگاه همدان که وارد شدم دیدم عجب دنیا متفاوتی، یعنی اصلا هیچ شبیه اون تصوری که من از دانشکده و درس خوندن داشتم نبود. و تقریبا 2 سالی که من در دانشگاه همدان بودم بدون تلاش خیلی مضاعف من شاگرد اول بودم، نمره هم عالی بود، اصلا همه چیز خوب پیش میرفت. ولی متوجه شدم که خب اون چیزی که من تو ذهنم بود از گیم تئوری خوندن به اون شکل وجود نداره. یک دونه درس گیم تئوری ما داشتیم که خب خیلی بیسیک بود، هنوزم فکر میکنم مناسب فوق لیسانس نبود. و یه دونه درس خیلی خوب داشتیم اینداستریال ارگانایزیشن که در واقع کاربرد گیم تئوری تو مارکته، تو بازار، اینکه شرکت ها چجوری استراتژیاشون رو با هم دیگه ست میکنن. خب خیلی باحال بود، خیلی جالب بود. به اضافه اینکه مایکرو اقتصاد خرد بسیار، از همون اولین باری که من کتاب مایکرو رو باز کردم شروع کردم خوندن، احساس کردم این دنیاییه که داره رفتار آدم‌ها رو مدل میکنه و این میتونه خیلی جالب باشه. اگرچه حالا اقتصاد خرد در سطح لیسانس هنوز خیلی ساده است و اونجوری ریاضی نداره. خلاصه کسی نبود که به من کمک کنه که تزمو تو گیم تئوری بنویسم. گفتم خیلی خب بذار بنویسیم یک تزی بنویسیم که یه خورده ریاضی داشته باشه. تصمیم گرفتم
یه چیزی که بچهای اقتصاد احتمالاً خیلی دوست دارن دهن پر کنه، پیش بینی قیمت سهام با استفاده از نورال نتورکس. ماشین لرنینگ پیش بینی قیمت به نظر میاد که به اندازه کافی سکسی هست و میشه فروختش. خلاصه دوباره سلف استادی، یه عالم نورال نتورک و فازی لوجیک، چون it was fuzzy neural networks. یه عالم کتاب خوندم، باز دوباره نشستم مطلب کار کردم که چجوری اینا رو کد کنم و تزم رو بنویسم. خب تزم که تموم شد خیلی ها ایمپرس شدن، ولی خودم ایمپرس نبودم، برای اینکه اصلا این نبود اونی که من خواستم انجام بدم. من اصلا برام مهم نیست تو سهام چی میگذره، اصلا بازار سهام برای من جذابیت نداره، اصلا پیش بینی بازار، قیمت بازار برای من اصلا مهم نیست. حالا چیکار کنم؟ دوباره اول بدبختیش. شروع کردم یکم کار کردن. خب بذار ذره کار کنم ببینم دنیا دست کیه. شروع کردم کار کردن. یه مدتی کار آماری میکردم که تصمیم گرفتم خب اوکی اینجا که نمیشه گیم تئوری خوند. بودن اون موقعی که من درسم تموم کردم دیدم که توی دانشگاه تهران بودن کسایی که گیم تئوری خوب کار میکردن، ولی دیگه بر من اینجوری بود که بریم بیرون، بریم یه دنیای بزرگتر ببینیم چه شکلیه، چه اتفاقی میفته، مثلا شاید آپشن‌های بیشتری بهم بده. خلاصه شروع کردم اپلای کردن، ولی خب حالا من تزم اصلا یه چیز دیگه بود. من گیم تئوری دوست داشتم، حالا من میخوام گیم تئوری اپلای کنم، چجوری قانعش میکنم که مثلا علاقه دارم. یه عالمه اپلای کردم و در نهایت هم شانس آوردم و بگم که این یک خانم بسیار باهوشی اینجا تو هلند باور کرد که من چون ریاضی خوندم و بعد از مصاحبه که باهاش داشتم باور کرد که من واقعا علاقه دارم و میتونم کانتریبیوت کنم تو این پروژه‌ای که داشتم. خلاصه به من پذیرش دادن و اومدم اینجا. بهم روز اولی که همه رو من معرفی کردن و اینا، این دسک بشین اینجا کار کن. بعد یه کتاب دادن دست من، گفتن خب اینو بخون. حالا کتاب چی بود؟ Social and Economic Network، متیو جکسون. این کتابیه که به عنوان منبع یکی از بهترین کتاب‌هایی که در سوشال نتورک نوشته شده توسط تمام بچه‌هایی که تو اقتصاد و جامعه شناسی، حتی فکر می‌کنم ریاضی و علوم کامپیوتر این کتاب استفاده می‌کنن، چون یک ترکیب خوشایندی از چند تا فیلدی که همه چیز رو به هم وصل میکنه. خب شما یه ذره گراف تئوری میبینی، یه ذره لینیر الجبرا میبینی، آنالیز و یه عالم اپلیکیشن سوشال و اکونومیک اپلیکیشن، اجتماعی و اقتصادی. خب این کتاب به من دادن، خودشون هم داشتن میرفتن ساباتیکال لیو، گفتن من 9 ماه نیستم تو اینو بخون. گفتم باش. شروع کردم به خوندن کتاب و اصلا هر روز مشتاقتر و مشتاقتر می شدم به این که چقدر این دنیای قشنگیه. حالا همزمان هم یه سری کورس پاس می کردم، گیم تئوری، اِوولوشنری گیم تئوری، بیهیویرال اکونومیک ویت گیم تئوری، همه یه عالمه درس مربوط به گیم تئوری و چند کلاس هم از خود همین نویسنده این کتاب متیو جکسون که خیلی ما خوششانس بودیم اومده بود هلند و چند تا کورس هم توی سوشال نتورک گذاشته بود. و حالا همه این ترکیب، من برای اولین بار احساس میکردم که وقتی میرم سر کلاس میشینم متوجه گذر زمان نمیشم، متوجه نمیشم که ساعت داره میگذره، ساعت رو چک نمیکردم. یعنی ما یه استاد گیم تئوری داشتیم، افن شاکت، خیلی آدم مشهوری هم هست تو این زمینه، حدود 70 ساله. وقتی ایشون درس میدادن 4 ساعت هم پشت سر هم ما کلاسشون داشتیم. وقتی ایشون درس میدادن من واقعا در پایان کلاس دلم نمیخواست از کلاس برم بیرون، دلم میخواست بیشتر باش حرف بزنم، یه بهانه گیر بیارم برم باش حرف بزنم که این به من مثالای بیشتری بگه، به من بیشتر از این دنیای عجیب و غریبه که من انگار همیشه دنبالش میگشتم بیشتر بگه. البته ایشون تو اولین پیپر من، جاب مارکت پیپر من، خیلی کمکم کردن، ایده هاشون رو میدادم. و
آره دیگه اینجوری شد که من فکر کنم اینجا وایسادم. یعنی تو این دفعه فکر کردم خب این دنیاییه که من دلم میخواد بیشتر درکش کنم، بیشتر بفهمم، عمیق‌تر بفهمم. دیگه اونجوری نبود که کنار درس آکادمیک کتابای دیگه هم میخونی، اصلا اینطوری نبود دیگه. خیلی همش تمرکز روی یک موضوع. میتونم راجع به اولین کارم که هنوز 10 سال دارم روش کار میکنم، تازگی‌ها ریویو ریسابمیت شده، راجع به این بگم که حالا خیلی هم خوب نیست 10 سال روی مقاله کار کنم چون قدیمی میشه یا الان مقاله دیگه میاد ممکنه اون ایده اصلا کهنه بشه، ولی 10 سال روش کار کردم و تازگی‌ها احساس می‌کنم بالاخره داره در میاد. و معمولاً هم اینطوری میگن که سوشال نتورک کار کردن این 10 سال اولش اینوستمنت، یعنی مثلا اینطوری نیست که سریع به شما یک آوتکام خوبی بده، باید کار کنی تا در بیاد، تا ببینی کجا جای توه. کلا میگن زندگی کردن 100 سال اولش اینوستمنته. آره من همیشه فکر کنم این مشکل منه، همیشه دارم اینوستمنت میکنم ولی فکر کنم درسته. آره خلاصه اگه بخوام از مقاله اولم بهتون بگم که جاب مارکت پیپرم هم هست، اینه که یه خورده باید بگم اصلا گیم تئوری چیه، یه کوچولو که کسی که میشنوه اصلا درک کنه که این ارتباط این حرفا با هم چیه. اینه که ما وقتی راجع به گیم تئوری حرف میزنیم، یکی از این نوبل پرایزها میگفت که ما اصلا می‌خواستیم اسم گیم تئوری رو عوض کنیم، می‌خواستیم بذاریم Theory of Strategic Interaction، ولی نگه داشتیم گیم تئوری چون سکسی تره. دقیقاً هم مثلا یه نفر، یه بچه‌ای مثل من تو دانشگاه به خاطر همین اسم بهش جذب شد، رفت خون ببینه چیه. شاید اگه می‌نوشتن نظریه نمیدونم Theory of Strategic Interaction من نمی‌رفتم سمتش. موضوع اینه که تو گیم تئوری ما همیشه مهمترین اینگریدینت اینه که ما 2 تا بازیگر داشته باشیم، بازیکن داشته باشیم و این بازیکن‌ها وقتی دارن تصمیم میگیرن با هم دیگه اینتراکت میکنن و وقتی دارن تصمیم میگیرن که چه تصمیمی بگیرن، چه حالا فرض کن یک مجموعه ای از آپشن ها جلوشونه و تصمیم میگیرن یکی از اینا رو انتخاب کنن، اون یکی بازیکن رو در نظر میگیرن. مثلا یه مثال خیلی سادهش، مثلا فرض کنید آخر سال همیشه بچه‌ها با هم دیگه هماهنگ میکنن کلاس آخر رو نرن، هفته آخر تعطیل کنن، درسته؟ حالا من به عنوان یه نفری که میخوام هفته آخر دارم تصمیم میگیرم تعطیل کنم یا تعطیل نکنم، همیشه فکر میکنم بقیه چیکار میکنن. خب اگه من نرم بقیه برن، خب این که خیلی بده. اگه من برم و بقیه نرن، خب اینم خیلی بده. خب من میشم بچه دوست نداشتنی توسط بقیه حرکت. خب این یک استراتژیک اینتراکشن، یعنی ما همیشه وقتی داریم تصمیم میگیریم فکر میکنیم تصمیم اون طرف مقابلمون چیه و تصمیمی رو میگیریم که بهترین آوتکام رو بهمون بده. خب حالا ما 2 تا بازیگر داریم، برای هر بازیگر یک مجموعه از اکشن ها داریم، چه کارهایی میتونن بکنن، و برای هر اکشنی هم یه آوتکامی داریم. میدونیم که اگر من این اکشن انتخاب کنم این آوتکام رو به دست میارم. حالا من پیچیده‌اش نمی‌کنم، بگم ممکنه این آوتکام ها هم همیشه certain نیستن. there are some بعضی از uncertainty وجود داره. ببخشید من این کلمات رو به کار میبرم چون هیچ وقت اینا رو فارسی یاد نگرفتم، من واقعا معذرت میخوام. و ممکنه این آوتکام پیش بیاد با یک احتمال 50% این میشه و احتمال 50%. خب آوتکام داریم و یه فانکشنی داریم که یه تابعی داریم که این اکشن ها رو به آوتکام ها وصل می‌کنه. خب ما این مدل داریم، درسته؟ این مدل خیلی ابسترکت از بیهیویر داریم. حالا وقتی میخوایم اینو ببریم تو نتورک، معمولا حالا بذاریم یه دونه بازی بهتون بگم. مثلا ما توی دنیای واقعی همیشه داریم با بقیه اینتراکت میکنیم. مثلا بازی که من گفتم، شما آخر سال میخوای تصمیم بگیری بری سر کلاس یا نری و همیشه فکر میکنی خب چه اتفاقی میفته واسه اون یکی، اگه اون بره من چیکار کنم، اگه نره من چیکار کنم. حالا این تو خیلی موضوعات اتفاق میفته. مثلا شما تو محلتون یه باغچه دارین
میخواین این باغچه رو یه اینوستمنتی روش بکنین، یه مثلا یه باغچه خوب درست کنین، قشنگ باشه، همه ازش لذت ببرن. تو این محله همه میتونن یه ساعت وقت بذارن روی باغچه کار کنن، یا اینکه مثلا میشه فقط یه نفر 40 ساعت وقت بذاره رو باغچه کار کنه. محصول همونه، همه به یه اندازه ازش لذت میبرن. خب این یه پابلیک گوده. ما تو اقتصاد همه اینو میشناسیم، پابلیک گود گیم. یه محصولی که همه میتونن ازش لذت ببرن، ولی باید یه سرمایه‌گذاری روش بشه. این سرمایه‌گذاری هم میتونه توسط یک نفر انجام بشه یا میتونه توسط تعداد زیادی آدم. حالا سوال اینه کی این کار رو انجام بده؟ یا مثلا الان شما دارید تصمیم میگیرید تو محلتون کار کنی روی این باغ، چقدر کار کنی؟ کار میکنی یا نه؟ اگر ما فرض کنیم که پلیرهای ما رشنالن، این رشنال بودن چیزی که ما تو اقتصاد همیشه راجع به بازیگرها فرض میکنیم، این که همیشه میخوان ماکسیمایز کنن یوتیلیتیشون. اگه ما فرض کنیم پلیرها رشنالن، اکویلیبریوم این بازی اینه که آقا هیچ وقت کانتریبیوت نکن، هیچ کاری نکن، صبر کن بقیه کار کن، تو از نتیجهش لذت ببر. خیلی خودخواهانه در واقع اینطوریه. سلفیش. رشنال یعنی سلفیش. خب حالا موضوع اینه که الان من قصه‌ای که برای شما تعریف کردم، همه همسایه‌ها تقریبا زور مساوی دارن. نقششون توی بازی برابره. مثل یک کامپلیت نتورکه. مثلا اگه من توی این همسایگی همه با همه ارتباط دارن، همه یک اندازه زورشون میرسه، 1 ساعت کاره، هر نفری با 1 ساعت کاره نفر دیگری برابره و ولی بعضی از استراکچرها هستن، بعضی از روابط ما هستن که این شکلی نیستن، یعنی همه زورشون برابر نیست. مثلا توی لب، توی آزمایشگاه ما یه دونه پی آی داریم، آدم مهمی که پول میاره، و یه عالمه پی اچ دی استودنت داریم یا پست‌ها که کار میکنن. سوال اینه که کی کار کنه؟ چقدر کار کنه؟ دیگه زورا برابر نیست. نقش نتورک اینجا شروع میشه. درسته، ما پی آیمون در واقع یک سنترالیتی داره، یک قدرتی داره به همه این پی اچ دی ها وصله، از اینوستمنت همه این جوانترا لذت میبره، منفعت میبره، و اگه 10 تا دانشجو دارن کار میکنن، حالا 5 تاشون هم تنبلی کنن، اون 5 تا دیگه کار میکنن، سر سال یه پابلیکیشنی بالاخره در میاد. خب حالا سوال اینه کی کار کنه، چقدر کار کنه؟ آیا به نظر شما این آدمی که پول میاره و این همه سنترالیتی داره کار میکنه یا نه؟ تو پابلیک گود معمولی وقتی ما اکسپریمنت انجام میدیم، آدم‌ها رو دعوت میکنیم تو آزمایشگاه، بهشون میگیم اوکی این بازی رو انجام بدیم، تهش هم پولی که به دست میاریم مال خودتون ببرید. ما میبینیم که اگرچه فرض ما در اقتصاد اینه که آدم‌ها همیشه رشنالن، اینا رشنال بازی نمیکنن. خیلی وقتا میبینید کانتریبیوت میکنن تو پابلیک گود، اینوستمنت میکنن. نما بکنیم بر اساس اقتصاد، ولی این کار میکنن. حالا ما به این چی میگیم؟ میگیم social preferences، ترجیحات اجتماعی. یعنی ماها آدم‌های ماشینی نیستیم. اگه این بازی رو به یک کامپیوتر بدی، حتما کامپیوتر رشنال بازی میکنه، ماکسیمایز میکنه، یوتیلیتی رو میره بیرون. ولی وقتی به آدم‌ها میدی، آدم‌ها فقط به پول فکر نمیکنن، به خیلی چیزا فکر میکنن. ما احساس گناه میکنیم، ما حسودی میکنیم و قبطه میخوریم. درسته، ماها از سوشال ایمیجمون، از تصویری که به جامعه میدیم لذت میبریم. دوست داریم آدم‌ها فکر کنن که ما انسان دوستیم، ما آدم‌های خوبی هستیم. حتی تصویری خودمون از خودمون داریم، سلف ایمیج خیلی مهمه. من دوست دارم راجع به خودم فکر خوبی بکنم. حالا پس یک کانتریبیوتی میکنم که حس خوبی بهم دست بده. من همه این مفاهیم رو یه خورده مکانیکی به کار میبرم، بعضی وقتا یه خورده نمیدونم شاید ابزورد بشه، ولی جوری که وقتی میخوایی رو مدل کنی باید اینجوری فکر کنی. من نگاه میکنم به پیاف، به درآمد طرفای آدم‌های اطرافم، ببینم هر کدومشون چقدر در آوردن. اگه بیشتر در آوردن حرص میخورم، حسودیم میشه. اگه کمتر در آوردن خب حس بدی میاد، گیلت، احساس
عذاب وجدان میکنم. پس حتما یه کاری میکنم، یه کانتریبیوتی میکنم، یه کانتریبیوشن کم میکنم تا مطمئن بشم که این حس بده، یه دیسیوتیلیتیش کم بشه. حالا اینو ببریم روی نتورک. شما یه نتورک ستاره‌ای دارید، یه پی آی وسطه که داره از اینوستمنت همه این جوونا پی اچ دی ها لذت میبره و هر کدوم از این پی اچ دی ها فقط از اینوستمنت خودشون و اینوستمنت این نفر وسطی از مجموع این دوتا اینوستمنت. حالا سوال اینه که اولا کی چقدر اینوستمنت میکنه و دوم این که آیا سوشال پرفرنسز، ترجیحات اجتماعی میتونه اینجا نقش بازی کنه و باعث بشه که اون نفر وسطی، اون بازیگر مرکزی هم یک کانتریبیوتی بکنه. مثلا اینقدر احساس گناه بهش دست بده که بگه خب خیلی بده که اینا همشون کار میکنن، من صبح تا شب دارم فری راید میکنم، شاید باید یه کاری بکنم. در واقع سوال این پیپر من همینه که آیا اگر ما یک پابلیک گودی روی نتورک های متفاوت با استراکچر های متفاوت انجام بدیم، آیا سوشال پرفرنس نقشی بازی میکنه یا نه؟ مثلا من میتونم بگم که گیلت به اندازه کافی بزرگ هست، احساس گناه به اندازه کافی بزرگ هست که اون بازیگر مرکزی رو مجبور کنه یک کانتریبیوشنی بکنه تو جامعه. و حالا سوال بزرگتر اینه که چیزی که ما به عنوان انصاف یا فرنس در نظر میگیریم تو جامعه، آیا این یه مفهومیه برای آدم‌هایی که همیشه مورد ظلم قرار گرفتن، یا اون آدم‌های قدرتمند هم یک مفهومی از فرنس دارن، یک درکی از فرنس دارن و براش مبارزه میکنن؟ آیا اونا هم میخوان یه جامعه فرتر داشته باشیم یا نه؟ همه اینا در حالی که خیلی سوشال ساینسه، همه اینها میتونه مدل ریاضی بشه، تست بشه، اکویلیبریومش در بیاد و بفهمیم آیا در یک اکویلیبریومی که حتی ما سوشال پرفرنس رو در نظر میگیریم میتونیم بفهمیم، پیش بینی کنیم که کی چی کار میکنه یا نه. حالا اون چیزی که ما پیدا کردیم، ببین مشکلی که تو نتورک استادی هست اینه که ما معمولا مثلا وقتی یه پابلیک گود معمولی رو مدل میکنیم 4 تا 5 تا پلیر میذاریم یه جا بازی کنن، همشون هم نقششون یکیه، پس یک یوتیلیتی فانکشن برای همشون مینویسیم، یک تابع منفعت براشون مینویسیم و همین رو ماکسیمایز میکنیم ببینیم خب چه اتفاقی میفته، کجا چقدر هر کدومشون باید اینوستمنت کنن و مثلا حالا نقش هر کدوم از این سوشال پرفرنسز چیه، نقش گیلت، نقش عذاب وجدان یا حسادت، هر کدوم اینا چیه. ولی وقتی راجع به نتورک حرف میزنیم مشکل اینجاست که برای هر کدوم از این پلیرها باید یک یوتیلیتی فانکشن بنویسید، چون فرق میکنه پیافشون. پلیر مرکزی داره از اینوستمنت چندین پلیر دیگه استفاده میکنه، در حالی که هر کدوم از این پلیر گوشه‌ای پریفری پلیرها فقط اینوستمنت خودشون و اینوستمنت این پلیر مرکزی. پس ما باید چند تا فانکشن رو همزمان ماکسیمایز کنیم و ببینیم اکویلیبریوم که برای همه اینها اکویلیبریوم میشه. و منظورم از اکویلیبریوم اینه که اینوستمنتی تو این بازی مخصوص، اینوستمنتی که وقتی پلیر رو بهش میرسن دیگه دستش نمیزنه، حتی اگه بقیه پلیر اینوستمنتشون تغییر بدن این پلیر ما که در نقطه اکویلیبریوم دست نمیزنه، همین رو نگه میداره. حالا نتیجه‌ای که ما از این مدل پیدا کردیم این بود، در واقع فر بودن خیلی گرونه، انسان منصف بودن انقدر گرونه که برای پلیر مرکزی اصلا نمیصرفه که فر باشه. خب فرض کنید ما ته سال هر کدوم یه دونه پیپر لازم داریم، خب پابلیکیشن یه دونه، فرض اینطوری که نیست، و این پلیر مرکزی ما 10 تا دانشجو داره که رو 10 تا پروژه متفاوت دارن کار میکنن. خب حتی اگه 7 تاشون هم کار نکنن اون 3 تای دیگه کار میکنن، 3 تا پابلیکیشن در میاد. این پلیر مرکزی اصلا نیاز نداره اینوست کنه، یه دونه پابلیکیشن بسه، این already 3 تا داره، اصلا یعنی اگه بخواد هم اینوست کنه خب
در واقع اصلا خیلی گرونه، بهتر نکن. و اون چیزی که ما به عنوان فرنس تو جامعه میبینیم بیشتر تو محیطای کامپلیت نتورک اتفاق میفته، وقتی که آدم ها زورشون برابره. مثلا ما وقتی یه نتورکی داریم 4 تا دانشجوی دکترا همشون روی پیپر کار میکنن، زورشون تقریبا برابره، درسته؟ همشون آخر سال همون اندازه پابلیکیشن نیاز دارن. پس اگر حتی یه دونشون فری راید کنه مشکل پیش میاد، درسته؟ یه خورده شرایط منصفانه تره چون زورشون برابره. ولی وقتی زور آدم ها برابر نیست، توی نتورک نابرابر به دنیا اومدن یا چشم باز کردن، این دیگه توقع برابری و انصاف و فرنس توی این نتورک نابرابر، توی یک استراکچر نابرابر یه خورده زیادی ایدئالیستیکه، نمیشه. برای یک رشنال پلیر، اگر ما فرض کنیم که پلیر هامون رشنالن و حالا فقط یه 3-4 تا سوشال پرفرنس خاصه که در نظر میگیرن، مثل گیلت، مثل عذاب وجدان، چه میدونم سوشال ایمیج، این چیزا، اون وقت حداقل مدل محدود تاینی تینی کوچولوی من میگه که آقا این شدنی نیست. اگه میخوای outcome فیر داشته باشی، نتیجه منصفانه داشته باشی، باید استراکچر منصفانه ایجاد کنی. وگرنه استراکچر غیر منصفانه، استراکچری مثل ستاره که یه نفر وسط همه پریفری یا بی قدرت و دور برشن، به شما outcome فیر نمیده. الان خیلی بچه‌ای که این فیلمو میبینن یا در واقع این مصاحبه رو میبینن، خب مثل یه زمانی که خودت تو ایران بودی دیگه، احتمالاً کنجکاو میشه، میخواد بدونه که حالا بده مثلا، میدونم که اینترنت و اینا خب البته یه دریاییه، ولی خب آدم باید میتونه یه کمکی بدی که مثلا انتخاب کنه از یه جایی شروع کنه. یه نفر هست که برای من همیشه جالب بوده. یه وبسایت هست، میتونم اینو بهتون معرفی کنم. یک استاد گیم توری هست تو دانشگاه نیویورک و فکر میکنم همچنین افیلییشن دانشگاه تل‌آویو هم دارن. آریل روبنشتاین یکی از ستاره های این زمینه است و انقدر هر کتابیشو که باز میکنین، با اینکه کتابای تخصصی نوشته، انقدر سعی میکنه مثالهای قشنگ، مثالهایی که ساده ترین شکل ممکن روابط انسانی رو به بازی تبدیل میکنه. من یه دونه‌شو اینجا دارم، مثلا A Course in Game Theory. آره. و اصلا غیر از این که روبنشتاین یه آدمیه که گیم تئوری زندگیشه، یعنی اینجوری نیست که فقط بنویسه. خب یعنی وقتی وبسایتش رو باز میکنی، پلیفول ترین وبسایتی که من تو عمرم دیدم وبسایت روبنشتاینه. آریل روبنشتاین بسیار انسان شریفیه. مثلا تو وبسایتش عکس باغ و بستانم میبینی، انتقاد از دولت اسرائیل هم میبینی، ولی خب یه عالمه کتاب جدی گیم تئوری میبینی که یکی از پیلارها، یکی از ستونهای گیم تئوریه که الان زنده است و هر کتابیشو که باز میکنین حداقل 2-3 چپ. و این یه موضوع دیگه اینه که تمام کتابهاش مجانی تو وبسایتش، اصلا نیازی نیست بخرین، فقط یه ایمیل بهش میزنین، یه جای مخصوص داره میگه به من ایمیل بزن، ایمیل که میزنین بعد دسترسی بهتون میده تو 10-12 تا کتاب که من به راحتی میتونم بگم بهترین کتاب‌های گیم تئوری در حال حاضره. و اینقدر جنرس، اینقدر سخاوتمند همه کتاباشو میذاره و خیلی راحت فقط میتونید به سرفصلاش نگاه کنید، ببینید کدوم موضوعات همجوری کلیک میکنه اون صفحه رو باز کنید. تمام چپترهاش معمولاً با مثالهای عینی شروع میشه از روابط آدم‌ها، بعد سعی میکنه مدلشون کنه. یعنی شروع کن خوندن ببین تا کجا، ولش کن اب نداره، ولی همین که کانسپتش بیاد دستت، همین که بفهمی دقیقاً میخواد چی بگه کافیه. و انقدر تنوع کتاباش زیاده و لول‌های متفاوتی برای بچه‌های لیسانس تا مثلا دکترا، مثال و اینا خیلی داره. مقاله‌هایی هم گاهی می‌نویسه یا پستایی می‌نویسه، حالا جدای از کتاب‌هاش که مربوط به گیم تئوریه و فکر می‌کنم بتونه کمک خوبی باشه.
یه جایی گفتی که هیچ وقت فکر نمی‌کردی آنالیز دوباره بهت برگرده اینطوری یه کوچولو. آره من سر کلاسای آنالیز که میشستم هر 10 دقیقه ساعت رو نگاه می‌کردم، چون یه جا مثلا من خیلی راحت تمرکز من شکسته میشه، یعنی نمیتونم نیم ساعت 45 دقیقه پشت سر هم تمرکز کنم روی اثبات و اینجوری میشد که مثلا بعد 10 دقیقه حواسم پرت میشد و مثلا 5 دقیقه بعدش که برمیگشتم دیگه نمیفهمیدم کجا پرت شده بودم از دنیای اون اثبات و کلا از کلاس و بعد مجبور بودم ساعتم رو بکنم ببینم اوکی کی تموم میشه بعدن. و اینو بگم که من بیشتر شاید 70% تحصیلات من سلف استادی بوده. من سر کلاس به ندرت گوش کردم یا چیزی فهمیدم، نه اینکه گوش نخواستم گوش کنم، نتونستم، من مشکل تمرکز دارم، اگه بپره دیگه سخته برگشتنش. شاید اغراق نباشه بگم 70% تحصیلات من سلف استادی بوده. مجبورم همیشه میگم اوکی حالا میرم خونه میخونم ببینم چی میشه. یه بخشش هم شاید این بوده که من مدرسه رو دوست نداشتم. و آنالیز اینطوری بود، مثلا آنالیز اثبات هایی داره که گاهی وقتا 1 ساعت یه قضیه 1 ساعت اثبات میکنه و من پرت میشدم، بعد همه سعیمو میکردم که بفهمم حالا کجا بود، چی شد، کجا رفت. بعد مثلا استاد نصف اثباتو پاک کرده بود داشت بقیه‌اشو مینوشت. خب بعد من به خودم گفتم الان وسط این دنیا این همه ایکس و وای که یک چیزی نمیدونم ان بعدی رو داره تحلیل میکنه که اگه این یکی عوض بشه اون یکی چجوری عوض میشه، خب اصلا من کجام، من چیکار دارم؟ بعد گفتم خب اوکی آنالیز میذاریم کنار، اصلا ولش کن، من این همه چیز دوست دارم تو دنیا، میتونم فکر کنم آنالیز رو میذارم کنار، هیچ وقت کار نمیکنه. تا اینکه این کتاب سوشال نتورک که استادم به من داد سال اول گفت بخون، گفتم این ترکیبی بود از جرخطی و گراف تئوری و یه مقداری هم آنالیز. بعد من تازه داشت به ذهنم میرسید که این آنالیزی که میگفتن معنیش اینه، یعنی تو دنیای واقعی وقتی داری موضوعات واقعی رو بررسی میکنی اون وقت ان بعد معنی میده. چرا ما داشتیم اونجا ان دایمنشن و اونجوری به سختی تحلیل میکردیم، معنی میده به بعدن تو گیم تئوری وقتی شما داری رفتار یه نفر مطالعه میکنی، حالا طرف 10 تا آپشن داره، هر آپشنی هم یه احتمالی داره، بعد مثلا احتمال آوتکامی داره، خب لازم داریم دیگه این همه ابعادو. حالا الان مثلا بعض وقتا با اشتیاق ساعت‌ها در حال آنالیز کردن اینم که حالا اگه مثلا این قیمتش بره بالا، واکنش طرف دیگه مثلا کوچکترین چیزها، بعد هنوزم بعض وقتا باورم نمیشه این منم که دارم آنالیز ریاضی کار میکنم و آره فقط باید عشق باشه در واقع. یعنی اگه شما یه چیز دوست داری سر قله قاف هم که باشه میری برش میداری. حالا آنالیز ریاضی که هیچی نیست بعد عشق باشه. ببین دو موقعی که درست توی فردوسی مشهد تموم شد و 1 سال گفتی 1 سال کاری نکرد، توی 1 سال برگشتی خونه نه؟ بله خونه برنگشتم. آره برگشتم خونه، ولی در واقع یه خونه با خواهرم گرفتیم اونجا زندگی. آره و تو این 1 سال سال خوبی نبود، ولی در این حال من اثرش رو روی هنوز هم روی الانم میبینم. انگار بعضی وقتا لازمه که آدم یه جایی وایسه به خودش نگاه کنه و صادقانه به خودش بگه اوکی کجایی؟ کجا داری میری؟ چقدر از کاری که داری میکنی برای خودته؟ چقدر از کاری که داری میکنی برای قانع کردن جامعه، خانواده، دوستا، رفقا، یعنی مثلا یا گرفتن تحسین از دیگرانه. حالا من این همه سال ریاضی خوندم که آفرین باری کلا ماشاءالله چه باهوش، ولی الان احساس میکنم چقدرش مال خودم بود، چقدر ازش لذت بردم، چجوری میتونم ازش استفاده کنم. آیا این هیچ اثری در رشد من داشت یا من فقط اینو انجام دادم که توقعات جامعه رو پاسخ بدم، یا اینکه مثلا ثابت کنم به جامعه که من به عنوان یک زن خنگ نیستم، میتونم کاری که اونا بهش میگن مردونه انجام بدم، یا چقدر دیگه من باید بجنگم تا ثابت کنم، اصلا تا کجا باید ثابت کنم،
اصلا جایی هست که بشه ثابت کرد، یعنی نقطه هست که اوکی من ثابتش کردم، آفرین. خب این خیلی نقطه تلخیه، یعنی وقتی وای میسی میگی خب من چیکار کردم، چی میخواستم. مثلا یه موقعی من وقتی دبیرستانی بودم فکر می‌کردم من باید دنیا رو عوض کنم. این چه دنیای احمقانه‌ایه، این همه قوانین احمقانه‌ای که رو روابطه، من باید یه کاری بکنم. من مثلا تمام شده و یه لیسانس ریاضی گرفته بودم و هیچی و فقط داشتم می‌جنگیدم با خودم که خود چیکار کنم. و خیلی سخت بود. در واقع فکر کنم سخت‌ترین قسمتش این بود که به بقیه بگم ریاضیات خداحافظ، باشه من خنگم، من نمیتونم ریاضی بخونم، من میخوام یه کار دیگه بکنم. چون انگار کامیونیتی ریاضی این شکلیه که به تو میگه اگه از ما بری بیرون حتما نتونستی، حتما باهوش نبودی به اندازه کافی، حتما یه چیزی کم بوده. و من باید به همه میگفتم آره یه چیزی کم بوده، ببخشید خداحافظ. که خوشحالم که این اتفاق افتاد. گفتم که بذار امتحان کنم، حالا نشده دیگه، بدتر از این نمیشه که، بدتر از این لیمبو نیست که توشی نمیدونی دقیقاً چی میخوای، حالا یه چیز دیگه امتحان کن. حالا الان میبینم حتی تو اقتصادم این هست، یعنی بین همکارا یا بین بچهای اقتصاد هنوزم یه جوی هست که اگه مثلا اقتصاد تئوری کار کنی یا مثلا بیزنس کار کنی فرق میکنه، یکیشون بهتره. هیچ کی بهتر نیست. در واقع فقط ببین دلت کجا میره. آخر سر اینه که تو اونجایی بهتری که علاقه داری، استعدادشو داری و میتونی بهتر کانتریبیوت کنی. همین. ساده تر از این حرف هست. من واقعا برای زنهای ایران که این همه تلاش میکنن خیلی احترام قائلم. تو اون جامعه رشد کردن، یک قدم جلو رفتن واقعا سخته. من همیشه هنوز که هنوزه ته دلم مونده، بذار اینو بگم، وقتی دفترچه کنکور رو ورق میزدم این که توش بعضی از رشته ها نوشته بود 70% 70% مرد 30% زن، نمیدونم هنوزم دفترچه اون شکلی یا نه، وحشتناکه. به عنوان یه دختری که از یه چه میدونم تمام تلاششو داره میکنه که بخشی از این دنیای آکادمیک ایرانی باشه، این که دفترچه رو ورق میزنی توش میبینی بی دلیل پازیتیولی دیسکریمینیت میکنن برای مردها، یعنی اصلا یعنی اینو به هر جای دنیا بگی مخش سوت میکشه که ما توی کشوری زندگی میکنیم که برای رشته های فنی مهندسی 70-30%. اصلا مگه میشه؟ همه دنیا برعکسشو داره میکنه، همه دنیا داره زنها رو تشویق میکنه. یعنی رشته های فنی مهندسی مطالعات زیادی الان داره میشه روی اینکه چرا زنها استم مطالعه نمیکنن، درست فنی مهندسی یا ساینس نمیخونن. دلایل زیادی هست و صبح تا شب هم دولت‌ها در حال ارائه سیاست‌هایی هستن که زنها رو تشویق کنن که فنی مهندسی بخونن. دلیلش هم اینه که یه بخش زیادی از این ویج گپ که ما داریم، جندر ویج گپ، اختلاف درآمد زن و مردها، اینه که زنها رشته‌های پولدار مثل مهندسی نمیخونن، رشته‌های ساینس نمیخونن. در واقع اینو دارن تشویق میکنن دختراشون رو که بخونن این رشته‌ها رو تا این اختلاف درآمد کم بشه. در واقع هر چقدر اختلاف درآمد زن و مردها، اختلاف کلا وضعیت زن و مردها برابر باشه، در واقع اون کشور متمدن تره. دختر بچه‌ها رو مخصوصا تشویق میکنیم که ریاضی بخونید، علوم پایه بخونید. شماها چرا میرین رشته هایی که بعد محتاج بشین از نظر مالی یا از نظر کاری؟ علوم پایه بخونید. یعنی یکی از بزرگترین مشکلات هلند همینه که ما میخوایم، یعنی
دولت هلند پول اضافه میده به بعضی از معلم‌ها، خانوم‌ها که بیان معلم ریاضی بشن که رول مدل خوبی بشن برای بچه‌ها. یعنی تا این حد سرمایه‌گذاری میکنن. ولی ما تو ایران برعکسش رو داریم. امیدوارم الان دیگه اونطوری نباشه. وحشتناکه، فاجعه است که تو یک کشوری مدارس بهتر توی هر، ببین مثلا ورامین اینطوری بود، مدرسه پسرونه به مراتب معلم‌های بهتری داشت، امکانات بهتری داشت. مثلا ما فقط یک دونه کامپیوتر لب داشتیم تو کل شهر. اون کامپیوتر لب تو مدرسه پسرونه بود و ما برای اینکه از کامپیوترها استفاده کنیم بعد رفتیم مدرسه، وقت می‌گرفتیم از قبل می‌رفتیم مدرسه پسرونه که بتونیم تو لب بشینیم و گاهی کد بنویسیم. خب و تو این شرایط دفترچه کنکور رو باز میکنی روش نوشته 70-30. اصلا یعنی چی؟ کجا کی داره اینو مینویسه؟ اون سیاست گذاری که اصلا شما کین؟ دقیقاً تو مغزتون داره چی میگذره که سیستماتیک دارین زنها رو سرکوب میکنین؟ یعنی اینقدر فاجعه باره. حتی 50-50 هم نباید باشه، باید باشه هر کی که شایسته تره، هر کی. اصلا پوزیتیو هم نکن، دیسکریمینیت نکنید بر زنها، ول کنید، دست بردارید. یعنی این فقط کنکوره. این شرایط ادامه پیدا میکنه برای هر گونه استخدامی، برای هر جا میری زن بودن مثل یه سیلی میخوره تو صورتت. هر جا میری جنسیت تو مثل یک تحقیر، مثل یک چوب میزنن تو سرت. این فاجعه است. اینکه سیستماتیک دارن زنها رو سرکوب میکنن به این شکل، فاجعه است. و اصلا زندگی کردن، من واقعا تحسین میکنم زنهایی که اونجا دارن میجنگن. من خودم کم آوردم، یه جایی گفتم دیگه نمیشه، نمیتونم. دنیا، یعنی آکادمیام برابرترین تلاشش رو میکنه که برابرترین امکانات رو برای زن و مرد ارائه بده. یعنی جنسیت کمترین اثر رو داشته باشه. همیشه آرزوی حداقل محیط آکادمیک اینه. حداقل دانشگاه باید، مدرسه باید مکان امنی باشه برای هر دو جنسیت، زن و مرد. حداقل نباید دخترها تو مدرسه هر روز به این فکر کنن که دخترن. یه چیزی دیگه هم بگم راجع به این مطالعاتی که راجع به مطالعه استم توسط دخترها انجام شده. یه مطالعه استیو لویت فکر کنم انجام داده تو دانشگاه شیکاگو. یکی از نویسنده‌اش استیو لویت مطالعه کرده بودن سراسر دنیا ببینن چرا زنها استم نمیخونن، فنی مهندسی نمیخونن. و آخرش فهمیده بودن که 5-6 تا کشور هستن که استثناءن. یعنی تمام دنیا زنها فنی مهندسی نمیخونن به جز 5-6 تا کشور. یکیشون ایران بود، یکیشون هم اردن بود فکر می‌کنم. چند تا کشور خاورمیانه‌ای بودن، یادم نیست دقیقاً دیگه کجا بود. ولی اصلا این حس خوبی که برخلاف تمام این تبعیض‌ها زن‌های ایران همیشه کام اوت، یعنی همیشه توی هر مطالعه این شکلی میان بیرون، نشون میدن که اینطوری نیست که سرکوب بتونه اینها رو از آرزوهاشون، از فعالیت‌هاشون ناامید کنه. ولی واقعیت اینه که بعد سالهای سال سرکوب بالاخره یه جا اثر میذاره. و البته تو مطالعه هم گفته بودن که احتمالاً دلیل این که زنها تو این کشورها ریاضی میخونن اینه که مدارس دخترانه و پسرانه جداه. چون به نظر میاد وقتی مدارس یکی باشه هی پسرها خودنمایی میکنن، سلف اوور کانفیدنتن و این باعث میشه که دخترها دیسکورج بشن. ولی خود من وقتی مقاله رو میخوندم یاد خودم که میافتادم این بود که تو ایران برای اینکه کردیت به عنوان یک انسان کامل داشته باشی، یک انسان برابر داشته باشی، باید ثابت کنی مثل مردایی، باید ثابت کنی همه کارهایی که مردها میتونن انجام بدن من هم به عنوان یه زن میتونم انجام بدم یا حتی بهتر. خب این در واقع کردیت گرفتنه. زنها در حال ثابت کردن خودشونن همیشه.
و این فوق‌العاده است که ما همچین دخترهایی تو ایران داریم. فوق‌العاده است که ما تو هر سروی نشون میدیم که زنهامون انقدر فعالن، انقدر خاصن، انقدر پرکارن. آره، من راستشو بگم خیلی خیلی دوست دارم. یعنی همه این چیزایی که میگم نمیخوام اینجوری تعبیر بشه که خوشحال نیستم. تجربه‌ای که من به عنوان یک انسان از زندگی در ایران دارم بسیار تجربه خاص و نابیه. من متوجه شدم که میتونم رنج بزرگتری از آدم‌ها رو درک کنم. آدم‌ها با اختلاف‌های فرهنگی یا اختلاف‌های شخصیتی. چون ما اکستریم‌های بیشتری رو تو ایران تجربه می‌کنیم. یا نمیدونم، اصلا اون جنگیدن گاهی وقتا هم معنیدار میکنه زندگی رو. یعنی فکر میکنی داری کار مهمی میکنی که داری میجنگی. الان من چندین ساله که احساس میکنم خب حالا که چی؟ کار مهمی دیگه نمیکنم. خیلی وقته من دیگه کار مهمی نمیکنم، چون همه چی معمولیه دیگه. صبح میرم سر کار و همین کاری که دوست دارم، اون شکلی که دوست دارم، رو پروژه‌ای که دوست دارم انجام میدم. همه چی خوبه، همه چی امنه، همه چی آسونه. ولی یه حس خالی بودن هم گاهی به دست میده. حالا مثلا همه این کارا رو که داری میکنی، خب که چی؟ قبلا حس میکردم جنگجوام، دارم میجنگم، دارم تغییر میدم. خیلی حس خوش درونی به آدم میده. درسته 10 بارم انقدر رنجت میده که میخوای فریاد بزنی، بجنگی. چه میدونم، از گشت ارشاد گرفته تا نگهبان در دانشکده گرفته تا پاترول داخل دانشگاه که ما رو به خاطر غذا خوردن رو چمنا با پسرا میگرفت. آقا فقط داشتیم غذا میخوردیم، هیچ کار بدی نمیکردیم. مثلا کار بد یعنی چی؟ یعنی بعد فکر می‌کردیم داریم مبارزه میکنیم، داشتیم غذا میخوردیم رو چمنها، ولی مبارزه بود. خیلی خوب بود، خوشایند بود، حس بودن، حس جنگیدن. ایران، بچه‌های ایران، دخترهای ایران مهمترین چیزهایی هستن که تو ذهن منن. تو همیشه دارم حس میکنم کاشکی بتونم یه کاری بکنم. پارسال زنگ زدم به چند تا معلم تو مدارس ایران، چون میخواستم یه مطالعه روی اینکه دخترای ایران ریاضی میخونن، ریاضی و فنی میخونن داشته باشن، که البته نتیجهش اصلا خوشایند نبود. به من میگفتن که ببین خیلی فرق کرده همه چی. دقیقاً بعد از کرونا گفتن که بچه‌های ما دیگه مدرسه نمیان. بعضیشون انقدر فقیرن که ترجیح میدن تو سالن‌های کاشت ناخن و تو بازار دست فروشی کنن. بچه‌های مدرسه‌ای. گفت اصلا دیگه این سوالی که شما داری میکنی انقدر لاکچریه، اصلا به هیچ جا نمیرسه. ما الان صبح تا شب داریم مشاوره می‌کنیم مطمئن بشیم بعضی از بچه‌ها ما خودکشی. البته خب بعد از کرونا بود، شرایط بد بود، شرایط بد اقتصادی هنوزم که هست، ولی گفت من، این خانمی که من باش حرف می‌زدم مشاور مدرسه بود، گفت من هر ماه دارم با چند نفر کلنجار میرم خودکشی نکنه. این وحشتناکه. یعنی من قلبم برای تمام این بچه‌های دخترایی که واقعا این سهمشون نیست، حقشون این نیست، میتپه. و کاشکی یه چیزایی تغییر کنه، کاشکی یه خورده مهربان‌تر بشیم با زن‌ها. شکست تا دلت بخواد شکست خورد. خیلی تا دلت بخواد کنکور قبول نشدم، افسرده شدم سرش. تا دلت بخواد آدم‌ها بهم گفتن هوشت خوب نیست، نمیتونی. تا دلت بخواد ریجکت شدم. نمیدونم چند تا پی اچ دی پوزیشن اپلای کردم و بعضی وقتا حتی نامه‌های وحشتناک در جوابش دریافت کردم که چرا فکر میکنی برای دانشکده ما تو خوبی. هنوزم که هنوز تقریبا هفته ای نیست که یه شکست، 2 تا شکست توش نباشه. شکست همیشه هست. بکنم
یه نفری بود یه CV نوشته بود CV شکست‌هاش. بعد چند ماه نوشته بود که تعداد دفعاتی که CV شکست‌های من دیده شده 100 بار بیشتر از تعداد دفعاتیه که CV موفقیت‌های من یا اچیومنت‌های من توی 10 سال گذشته دیده شده. مال من اگه بنویسمش احتمالاً 10 بار بزرگتر از CV معمولیمه. انقدر که من شکست خوردم، انقدر که نمیدونم شاید تصمیمات بد، شاید به اندازه کافی کار نکردم یا نمیدونم، ولی ظاهراً اصلا بخشی از رشد کردن. آره.